الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. از الله مهربان خواهان او هستم که خدای مهربان مرادها و مطلوبها و مقصودهای نیکتان را برآورده گرداند و میلهای شما را، رغبتهای شما را به سوی دینش زیاد بگرداند و آن اجرها و پاداشهایی که در این گفتگوها، در این لحظه هایی که ما و شما میگوییم و گوش میاندازیم، خداوند در نامه اعمالمان نویسنده بگرداند. و از الله مهربان خواهان او هستم که خدای مهربان بعد شنیدن این سؤال ها توفیق عمل کردنش را بر یکایک ما نصیب بگرداند. برادران عزیز و گرامی، در نزد من یک چند سؤال هست منتظر جواب. خدا خواهد من بر شما اینها را جواب میگردانم و مثل همان گفته های پیشینه هر سؤال هایی که در شما پیدا می شود در همین کانال نور تیوی برادران عزیز شما روان کنین. خدا خواهد برای من اینها را انشاءالله میارن و من از همین شبکه برای شما جوابهایی که انشاءالله نزد من هست من بر شما میرسانم. و باز هم بار دیگر اگر تکرارم که شود دستگیریتون را از همین شبکه یا آواز دادنتون را فراموش نکنید. برادران عزیز و گرامی، سؤال اولی که نزد من هست آمده است که تخت شیطان در کجا قرار دارد و آیا یگان حدیثی در این باره هست یا نیست؟ برادران عزیز و گرامی، من یک کتاب مخصوص در پیش دارم که اصلا درباره دنیای جن و شیاطین صحبت میکند که یک گویم عبارت اگر از اول بگیریم عبارت از 246 صحیفه عبارت است که همه این درباره همین دنیای جن و شیاطین صحبت میکنند که خیلی در اینجا معلومات های زیاده در اطراف عالم جن هست که ما برادران عزیز به آیت های قرآن ثابتن و حتی سوره مخصوصا در قرآن به نام جن داریم که البته هر کسی که اگر گوید که مقصد همین جن ارزی وجود ندارد یا منکر این شود، برادرای عزیز وای از دین خارج می شود، زیرا که در آیت های قرآن الله مهربان به سوی جن اشاره های دارد که جن ها هم رنگ انسان ها مکلفند. اونها مقصد مثل مردها یعنی جنسی نرینه دارند مادینه دارند، اینها هم تولد میکنند، اینها هم مسلمان دارند غیر مسلمان دارند. از این لحاظ خدای مهربان در قرآن هم یعنی علت آفرینش انسان و جن چی گفت؟ گفت من انسان را و جن را آفریدم لیعبدون، تا مرا عبادت کنند. از این لحاظ برادران عزیز یعنی مقصد این عالم ارزی وجود دارد، انا فقط اینها را مقصد دایم از چشمای ما و شما پوشیده هست. حتی در حدیث ها دیدیم که هرگاهی که خروس اگر آواز کند شما دعا کنید که خروس ملائک را میبیند. هرگاهی که اگر سگ آواز بلند کرد یا خر آواز بلند کرد شما به سوی خداوند پناه طلب کنید که اینها جن را میبینند. زین لحاظ یعنی از چشمی فرزند آدم اینها پوشیده است، گاه می شود که انسان هم جن را ببیند، ولی این
نه همه وقت این امکانات ها پیدا می شود. من در پیشم حتی حدیث داریم که امام مسلم آورده است برادران عزیز. پیامبر نازنین گفتند که ان الملائکه خلقوا من نور و ان الجن خلقوا من مارج من نار و ان آدم خلق من طین. پیامبر نازنین گفتند ملائکه ها که اینها فرق زیادی دارند، ملائک نمیخورد نمینوشد، نه اینها مقصد انا مردی ندارند نه زن دارند، در بین اینها این فقط کار ملائک این یاد الله مهربان است. میگه ملائکه ها را خداوند از نور آفریده است، از روشنایی، ولی جن را من مارج من نار، از شعله آتش آفریده است. و ان آدم خلق من طین، ولی انسان را خداوند از خاک آفریده است. زین لحاظ اینجا در آیت داریم در سوره کهف آیت 50 خداوند میگه که الا ابلیس کان من الجن، یعنی ابلیسی که میگیم، شیطانی که میگیم ویم جن هست برادر عزیز. شیطان، ابلیس، وقتی قرآن در که نام اینها میرود، همه اینها مقصد از طایفه جنن. والجان من مارج من نار، در سوره الرحمن هم الله مهربان میگه ما مقصد جنها را از همون شعله آتش آفریدیم و شیطان هم برادر عزیز، ابلیس هم از همین است. فقط در اینجا یک سخن علامه ابن تیمیه را صاحب این کتاب آورده است که گفته است شیطان گفته است اصل و پدر جن هست، یعنی پدر جن ها گفته است همین شیطان. وقتی نام شیطان می رود یعنی همون شیطانی را که الله از درگاهش رانده کرد برای که فرزند آدم سجده نکرد، میگد این پدر همین جن ها انا همین ابلیس های، انا همین شیطان های. میگد همان طوری که آدم اصل و پدر بشر است، چیزی که حضرت آدم میگد پدر بشریت هست، همین شیطان میگه ابلیس هم پدر جن هاست برادر عزیز. اینجا در حدیث دیگری آورده است صاحب این کتاب که جناب امام طبرانی و امام حاکم و بیهقی و سند این حدیث صحیح میگن، میگد الجن ثلاثه اصناف. ببین میگد جن سه گونه میشود. یطیر فی الهوا، یک قسمش در هوا هم دایم، جاشون دایم در آسمان پرواز دارند. و صنف حیات و کلاب، میگد صنف دویمش میگد نمین مارهایی که میبینین، سگهایی که میبینین، گاوهایی که میبینین، به این صورت هم میگد مقصد در زمین هستند. و صنف یحیلون و یدعنون، صنف سیمش یعنی سیم گروهش برادر عزیز در خانه ها سکونت میکنند. یعنی جن ها را به سه قسم تقسیم کرد. یک قسمش جای سکونت چون آسمان ده هست، در پرواز داریم. قسم دیگری اونها به شکل مارها، سگها، گاوها، اسبها تبدیل هستند و یک قسم دیگرش در خانه ها سکونت دارند. برای این است که پیامبر نازنین میگه در کدام خانه ای که اگر سوره بقره خوانده شود اونجا شیاطین برای خودش مسکن نمی سازد، خانه نمی سازد. زین لحاظ از این استفاده کنین. در خانه ها حاضر زپیس ها هم هستند، سوره بقره مانین. اگر خوش به حالتون که این قرآن کشاین شما و هر روز اگر سوره بقره بخوانین در خانه شما شیطان مقصد جای نمیکنه. وقتی که شیطان در خانه جای کرد بعد میبینی که انا همون جنجال ها، انا همون نافهمی ها، انا همون مقصد حقارت ها، انا همون نظام خانه گم شدن، همه از حساب همون میشد که در خانه شما اینا چیکار کردگن؟ خداشون جای کردگن. برای رفع اینا، برای دور کردن اینا هم بینین که چی هست؟ بینین پیامبر نازنین گفتن شما از سوره بقره خوانین اینا از خانه هاتون بیرون میشوند. و اصلا جن ها هم مسلمان و غیر مسلمان میشوند. همون مسلمان هاش در جایهای پاکن، در جایهای تازه‌اند، ولی غیر مسلمانش در جایهای برادرای عزیز بسیار افلاس میشوند. برای این از دیدین که شما وقتی میگه حاجت خانه در آمدین، پیامبر میگه
ба пои чап дароед ва мега вақте даромадин бигин аллоҳумма инни аъузу бика мин алхубси валхабоис. яъне худоё ба сӯи ту паноҳ талаб мекунам. аъузу биллаҳи мин алхубси валхабоис, ба сӯи ту паноҳ талаб мекунам аз шайтонҳое ки наранд ва аз шайтонҳое ки мода ҳастанд. яъне онҳо бештар дар ҳамин ҳоҷатхонаҳо, дар ҷое ки буйнок, дар ҷойҳое ки мисол анамин ғаждӣ бигем ё мусор партофта мешавад, дар он ҷойҳо бародари азиз инҳо яъне барои худ ҷой мекунанд. зин лиҳоз ҳар вақтое ки ба назди инҳо ба ин чизҳо ки гузар кардин доим паноҳ талаб кардантон шумо метавонед ки гӯед ки худоё паноҳ талаб мекунам аз ҷинҳо, хоҳ нар бошанд, хоҳ мода. барои ҳамин яъне бародари ба худаш ягон тахти муайян, ягон шаҳри муайян надорад, балки он чизеро ки гуфтам фикр мекунам ки шумо иншоаллоҳ барои саволи додагитон ҷавобша гирифтед.